مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 دکبر سال 2023 خبر داد که در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا، جوان 19 ساله ساکن نویه وخش با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. وزارت کارهای داخلی در شرح سبب بازداشت این ساکن وخش گفت نامبرده دهم نوامبر سال 2023 تقریباً ساعت 17:05 دقیقه همراه برادرش جوان 21 ساله و تقویش مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه و نویه وخش هنگام در کوچه جامع شهر دوشنبه قرار داشتنشان اساسیات اوباشی با جوان 20 ساله ساکن نویه وخش مناقشه نموده او را مورد ارتکاب قرار دادند. گمان برشونده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی از جیبش کارد خود را برآورده به شکم جبر دیده یک مرتبه زده است که در نتیجه به سلامتیش جراحت وزنی جسمانی برداشته است. تفصیلات دیگر حادثه و سبب در پایتخت شهر دوشنبه زناشویی کردن زادگان نویه وخش گفته نشده است. خود دستگیر شده و یا نزدیکانشان همین طرف جبر دیده برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیستند. وزارت کارهای داخلی گفت نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به او وابسته به تا چه درجه جدی بودن آسیب به سلامتی جبر دیده رسانیده شده همچون جزا از 2 تا 8 سال زندان تهدید میکند.